سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ مایپکس هستم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز قراره یه سری ترفند و نکات بهتون یاد بدم که خیلی پیشید به کارتون میاد، یعنی قشنگ جلاتون خیلی بهتر میشه. فقط حتما تا آخر ویدیو بمونید چون یه سری تنظیمات براتون گذاشتم آخر ویدیو که برای صدا پاس خیلی صدا پا گیریتون رو بهتر میکنه. صدا پا بتونین خوب بگیرین راحت 20 تا 30% بازیتون بهتر میشه. حتما از دست ندین تنظیمات رو، راحت چندین برابر بهتر میتونید صدا پا رو بگیرید. بریم برای اسپان ترپ یه چیز خیلی خوبیه که میتونید 3-4 پشت سر هم بزنید و 3-4 بیفتین جلو. از سمت پایین شیدمنت یه بار از سمت چپ و یه بار از سمت راست اسپان میشن. الان ببینین اینجا منتظر اونم اسپان بشه و یه پیک دادم و زدمش. توی نقشه توی حالا مپ یه علامت قرمز وقتی انمی رو میزنید میفته. وقتی که اون علامت بره یعنی این که اسپان شده انمی و میتونید یه پیک بدین و راحت بزنینش. همینطوری که میبینین اول سمت چپ اسپان شد زدمش، حالا هم سمت راست، الان رو به سمت پایین هم همینطوره، سمت چپ و بعدش راست. حالا سمت راست اسپان میشه و یکم انمی رفته بود جلوتر، ابی نداره، یه پیک میدیم میزنیمش. اینجا هم همیشه دقت کنین، الان سمت چپ اسپان شده، یه پیک میدین میتونین بزنینش. خیلی وقتا هم میتونین از این بالا بیاین بزنین، حالا بعضی وقتا هم سمت اون آشغالیه اسپان میشن که بازم میتونین بزنین. از اینجا هم میتونین وایسین ساب کنین انمی اسپان بشه و 1 کیلو خوشگل بتونین بگیرین. همیشه هم اسلاید کنسل بزنین، یعنی هم اسلاید بزنین، یه اسلاید بزنین دستتون رو ایم بذارین تا اسلاید کنسل بشه، خیلی بهتره. خط اینجا رو بگیرید انمی میاد و حالا میتونید بزنینش. این علامت قرمزه تو مپ میبینینش، وقتی میزنی انمی اون میاد، وقتی هم اسپان میشه اون میره. صبر کنین تا اون بره و این بالا راحت میتونید بزنینش. اون گوشه وایسین. حالا بالای شیدمنت سمت راست اسپان میشه، دوباره میتونید بریم بزنینش. خیلی خوبه. ببین وقتی زدینش از اینجا دوباره میریم بالا سمت چپ شیدمنت اسپان میشه، میتونیم بزنینش. اگه بلد باشین بریم بالا خیلی خوبه. اینجا رو دیدیم بعضی وقتا انمی ها خط میگیرن، میتونیم برین اینجا راحت یه جامپ بزنیم و از اینجا بزنینش. حالا اینجا رو میبینین روی این کیفه، میتونین برین روی این کیفه و بریم بالا. از اینجا هم میتونین بریم بالا. اینجا رو ببینین چه جوری از تو کانتینر رد میشه. دوباره ببینین اکتیویژن که نیست، باکتیویژن رسما. از اینجا هم میتونین بریم بالا، هم از این سمت هم از این سمت هم میتونین دوباره بریم بالا و از اینجا انمی ها رو بعضی وقتا اسپان میشن وایسین بزنین. دیدین بعضی وقتا پشت این خط میگیرن، از اینجا میتونین راحت بریم بالا و از اینجا میتونین بزنینش. خیلی ها اشتباه میکنن، خب صدا پا خوب نمیگیرن یا اصلا توجهی نمیکنن، سر همون خیلی از دولا میبازن. بریم که اتچمنت و تنظیمات رو ببینیم، به هیچ وجه از دست ندین اینجا رو. این اتچمنت کوشکا مال دوستم آورده، لیدر بورد خیلی خوبه، حتما بچین. ساب کنید، لایک کنید، کامنت هر چی دوست داشتین بذارین. دمتون گرم. اینم اتچمنت هم میتونین بردارین، اینم خیلی خوبه. همینجا قسمت 4 بخش گرافیک و صدا میرین پایین، همون جوری که تنظیم کردم تنظیم میکنین.
امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. فعلا خدافظ.